با سلام و عرض ادب. چند تا نکته خیلی مهم هستش که در رابطه با باربیکیوهایی که قراره تو محوطه باز ازش استفاده بشه رو خواستم بهتون بگم. امیدوارم که به کارتون بیاد و بتونید ازش استفاده کنید. برای محوطه‌های باز پیشنهاد میکنم صفحه هایی رو که انتخاب میکنید حتما تا جایی که امکان داره صفحه های PVC باشه، چون احتمال اینکه حالا برای حالا بحث کباب کردن و این موارد که هست اصولا روغن ریزی و چربی و اینا خیلی زیاد میشه. اینکه راحت بتونید بشورید. بدنه هاشو حتما PVC بذارید که بازم بحث آبریزی و بارون و محوطه باز قابل شستشو باشه و راحت‌تر بتونید ازش استفاده کنید. توی بحث یونیت PVC یه چیزی که هست، یه مقدار از نظر تحمل وزن و اینا PVC سبکه. اگه بتونید یه فرم آهنی براش درست کنید و اینکه ضد زنگ بهش بزنید، بعد داخل اون فرم رو بیاید با یونیت PVC پر کنید، صفحش هم PVC بندازید، خیلی براتون خوبه و ماندگار خواهد بود و هیچ وقتم حالا خرابی و اینکه رطوبت و نم صفحه و بدنه هاتون رو اذیت نمیکنه.